درود شنوندگان گرامی. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجامپور. گفتار 63. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون. سیفالدین اسفرنگی، شاعری مضمونساز و معنی آفر. بخش دومی دیوان از قصیده های شاعر عبارت می باشد. معمولاً در عصرهای 11-12 قصیده یکی از شکل‌های معلوم و مشهور ادبی به شمار می رفت. شاعران در ایجاد این نوع شعر مهارت و هنر ایجادی خود را به نمایش می گذاشتند، زیرا ایجاد قصیده در آن زمان واسطه کسب شهرت و کفیل معیشت شاعران نیز بود. ادیبان زبردست به مثل خاقانی شیروانی و انوری ابیوردی که در ادبیات تاجیک و فارس همچون شاعران قصیده سرا شهرت یافته بودند، در رواج و رونق این شکل شعری سهمی ارزنده گذاشتند. مولانا سیفالدین اسفرنگی در پیروی به این عنعنه ادبی مهارت و هنری والای ایجادی خود را به نمایش گذاشته، مطابق با طلبات این نوع شعری قصیده های زیبا و پرمحتوای ایجاد نموده است. به اندیشه زبیده صدیقی، مولانا سیفالدین اسفرنگی در غزل استادی و قدرت قصیده را ندارد و غزلهای او خیلی متوسطند. سبک غزلیات سیف ساده و بری از هر گونه تصنع می باشد. در این جاده جلوه هنر و مهارت ایجادی شاعر را می توان در هر قصیده او مشاهده کرد. ای نو عروسی حسن تو را زیور آفتاب، آینه را زی صورتی تو در بر آفتاب. تاری شبیست سایه زلفی تو بر قمر، مشکین خطیست نقطه خالت بر آفتاب. از رشک ماهی روی تو هر شام تا سحر، چون گیرد باد خاک کند بر سر آفتاب. دولت سرای حسن تو را
وقتی داروگیر، پیوسته همچو سایه بود بر در آفتاب. دیوانی مولانا سیف الدین اسفرنگی که دارای موضوعهای مهم اخلاقی و زیباشناسی می باشد، در تکامل تربیه اخلاقی جامعه نقش مؤثری خواهد داشت. دانشمند توانا احمد دانش درست فرموده است: پیشه های اهل قلم بر همه صنایع شرف دارد، چون که خود اهل قلم اشرف طبقات مردمند. در مجموع، نشر کامل آثار سیف الدین اسفرنگی به طور گسترده امکان فراهم آورد که قدرت معنوی و نیروی متین روحی و روانی، اندیشه بلند، توانایی عالم خیالات و هنر شاعری، جایگاه استوار شاعر در ادب تاجیکی فارسی و میراث جاویدانه او معین گردد. طوری ذکر شد تا امروز از جانب چند نفر عالمان و محققان تاجیک دایر به آموزش اشعار سیف الدین اسفرنگی کارهای علمی انجام داده شدند، ولی به اندیشه ما این حالا ناکفایه است. از این رو به اکادمیای ملی علمها و عالمان و تحقیقگران کشور ضرور است که دایر به آموزش هرچی عمیق‌تری میراث گرانبهای این شاعر کلاسیک تاجیک چاره‌جویی نمایند. باور دارم که میراث شاعر معروف سیف الدین اسفرنگی من بعد هم در تربیه معنوی مردم و هدایت نسل جوان به راه راست و آموزش میراث نیاگانمان خدمت ارزشمند خواهد کرد. باعث خوشنودی است که باغ فرهنگ و فراغتی به نام مولانا سیف الدین اسفرنگی که در روزهای تجلیل جشن 830 سالگی شاعر در مرکز شهر اسفره افتتاح یافته بود، امروز به مکان دوست داشته ساکنان این شهر قدیمه تاجیکان و مهمانان آن تبدیل گشته است و در کنار آثار بزرگش یاد او را در ذهن مردم زنده می دارد. سیدای نصفی، ترنمگری آرمان‌های مردمی. در صف چهره‌های ماندگار تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک، شاعر و متفکر بزرگوار ما میرابط سیدای نصفی مقام خاصه دارد.
او از زمره درخشانترین سیماهای ادبیات عصر 17 و ابتدای عصر 18 تاجیک به شمار رفته. یک دوره تام ادبیات و فرهنگ ما با نام او شناخته می شود. در ادبیات شناسی تاجیک آموزش جدی روزگار و آثار این ادیب ذکی طبع هنوز از کتاب نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی آغاز شده. سالهای 40 عصر 20 با مقاله تحقیقی خالق میرزازاده سیدای نصفی در کتاب نمونه های ادبیات تاجیک به شکل وسیع‌تر ادامه یافته است. مؤلف برابر ذکر بسیار خصوصیت‌های اشعار شاعر تأکید نموده است که آثار سیدا از جهت به خلق نزدیک بودن خودش و ماهیت پره خلقی داشتن ایجادیاتش از همه شاعران عصر 17 فرق می کند. اما مهمترین تحقیق در آموزش روزگار و آثار سیدا و عموماً ادبیات عصر او به قلم اکادمیک عبدالغنی میرزایف متعلق است. رساله موصوف سیدا و مقام او در تاریخ ادبیات تاجیک 1947 در معرفی و معین نمودن مقام ادیب چون افاده‌گری مفکوره و آرزو و آمال مردم زحمتکش ارزش و ماهیت بنیادی دارد. علاوه بر این پژوهش مذکور اندیشه عده‌ای از شرقشناسان را که ادبیات پس از عصر 15 تاجیک را تقلید خشک و خاری و تکرار ادبیات دوره‌های گذشته می‌حسابیدند کاملا رد نمود. اکادمیک عبدالغنی میرزایف با دلیل‌های معتمد ثابت کرد که ادبیات تاجیک بعد از عصر 15 نیز با مجرای خاص خود تشکل یافته، با مندرجه غایوی و ارتباط خود با زندگی عامه وسیع مردم به کامیابی‌های شایسته تحسین نائل گردید و سیدا بر این ادیب را به میدان آورد که آثارش ماهیت بزرگی حیاتی و اجتماعی دارد. سال 2018 در دایره چاربینی ها بخشیده به 400 سالگی این ادیب معروف رساله ادبیات شناسی ورزیده تاجیکی مقیم ازبکستان استاد دانشگاه دولتی سمرقند پروفسور صدری سعدیف تحت عنوان سیدای نصفی و محیط ادبی ماوراء النهر در نیمه دوم عصر 17 از طریق نشریات دانش منتشر گردید که آن یک نوع جمع‌بست تألیفات سیدا شناسان تاجیک در طول 80 سال آخر می باشد. در رساله مذکور جنبش ادبی عصر سیدا تعلیمات طریقت نقشبندیه چون زمینه رشد افکار شاعر، محتوای اشعار و رنگینی و قناعتمندی آن، زندگی، مقام و موقع اجتماعی طبقوی، سیمای انسانی
و آرزو و آمال قهرمان لیریکی شاعر با تمام جزئیاتش به دایره تحقیق کشیده شده است. تا سالهای آخر محققان بر این نظر بودند که سیدای نصفی در شهر باستانی نصف به دنیا آمده است، ولی پژوهش بسیار ساله صدری سعدی ثابت نمود که شاعری رنگین خیال در بخارا تولد شده، دوره آموزش و ایجادیاتش نیز در همین شهر باستانی جریان گرفته است و از همین باعث در سرچشمه های تاریخی بعضاً با نام سیدای بخارایی نیز یاد شده است. مؤلفان تذکره ها او را نصفی الاصل نامیدند که آن اشاره و تأکید به اصل و نسب و وطن اجدادی شاعر می باشد. سیدای نصفی تقریباً سال 1618 در عائله هنرمندی کمبضاعت به دنیا آمده. زندگیش در ایام جوانی نهایت دشوار و پرمشقت گذشته است و اکثراً به لب خشک روز می‌گذرانیده است. طبع خود او می‌گوید برابری چشم به عالم هستی کشادنش مورد آزار و شکنجه ایام قرار گرفته. هنوز در کودکی مادر دوران دست و پایش را با رشته مهنت بسته بود. بیرون شدم ز بیضه و گشتم اسیر دام، ایام در شکنجه بال و پری من است. و یا در جای دیگر میگوید مادری دوران مرا روزی که در گهواره بست، رشته مهنت به دست و پای من پیچید و رفت. شاعر در دوره تحصیل در مدرسه به طبقه هنرمندان نزدیک شده، از بین آنها دوستان و همفکرانی پیدا می کند که برایش کمک مادی می رسانیدند. در همین دوره مهارت ادبی او تکمیل یافته، به تألیف اشعار پرداخت و در اندک مدت توسط آثار دلپذیر و پرمضمونش در بین دایره وسیع مردم انگشت نما گردید. ولی به سبب کسادی بازار شعر و خریدار نداشتن سخن، کشیدن باری گران زندگی غیر امکان بود و سیدا به اندوختن کسب و هنر پرداخت تا توسط دسترنج خیش روزگارش را تأمین کند. همین طریق شاعر به کسب و کار مشغول شده، نه فقط احتیاج زندگی خود را قانع می گرداند، بلکه به دایره هنرمندان وارد گشته، با آنها رابطه و مناسبت نزدیک برقرار می نماید. چون سیدا مرد قناعت پیشه، آزاد سریشت و خود آگاه بود، نمی خواست پایه عزت و شرف را به پستی رساند، خود و شعرش را به اعتبار سازد و منت ناکسان بکشد.
او از تجربه فراوانی اندوختش خوب پی برده بود که هنر کس را به مسند عزت نشاند و مرد هنر همیشه از خواری و رنج آسوده است. سیدا مرد هنرمند از تردد فارغ است، دست اگر در کار مشغول است، پا آسوده است. به طور مشخص به کدام کسب و پیشه مشغول بودن سیدای نصفی معلوم نیست و او در اشعارش بارها با تیشه کار کردن و همپیشه فرهاد کوهکن بودن و از پیشش آسودگی ندیدن را ذکر می کند. فرهاد ناله می کند از تیشم هنوز، آید صدا زی تربتی هم پیشم هنوز. ای برق پا منی به نیستان خانم، آسودگی ندیدم از پیشم هنوز. شاید این تأکیدی او به دوره‌های اولی ایجادیاتش دخل داشته باشد. از اشعار بازمانده شاعر برمی آید که او چند مدت زندگی نسبتاً آسایشته داشته جداً به کار ایجادی مشغول شده است. جز فکری شعر پیشه ما نیست سیدا، ما را به دهر پیشه دیگر ندادند. با وجود این زمانی سیدا شاعر و هنروری اصیل را قبول نداشت و اشخاصی بی لیاقت و مدیح سرا مورد عزت و اعتبار بودند و از جانب طبقه حاکم دستگیری می دیدند. در این وضع و حال اشخاصی دارای طبع روشن امثال سیدا چون آفتاب زیر ابر پنهان مانده بودند و به همین وجه شاعر میگوید: در عهد ما رواج به اهل هنر نماند، امروز آبروی به لعل و گوهر نماند. گردون سفله بی هنران را رواج داد، از بس که اعتبار به صاحب هنر نماند. سیدای نصفی مدت به این نظر بود که برای رواج کار ایجادی و هنریش باید از طرف اهل جاه برای خود مربی و پشتیبانی پیدا کند و بدین وسیله صاحب نام و نام شود. به این خاطر با عده‌ای از عملداران رابطه پیدا کرده در صحبت و مجلس‌های آنها اشتراک می کند. سیدای نصفی مدت با غازی دادخواه طرح دوستی افکنده کم و بیش از او یارمندی هم دیده است. اما خوشنودی شاعر دیر دوام نکرد و غازی دادخواه
در محاربه کشته شد و سیدا در مرگ او مرثیه نوشته از برباد رفتن آرزوهایش افسوس خورده است. من بعد شاعر با حاکم سمرقند رحیم بی یوز رابطه برقرار نموده از او اندکی کمک مادی دیده است. سیدای نصفی با دعوت رحیم بی 2 بار به سمرقند رفته با شاعران و فاضلان آنجا هم صحبت شده است، ولی منصبداران دور صاحب دولتانی سخنشناس و هنرپروری نبودند که شاعر می جست. از اینجاست که سیدای نصفی قرار می دهد که از اربابان دولت دستی طلب خود را کوتاه نموده از دری آنها پایش را کند، زیرا در آنها نشان از آدمیت نیست. در خانه های اهل کرم سیدا مرو، آنجا بغیر صورت آدم نمانده است. سیدا در یکی از حجره‌های بالاخانه مدرسه نادر دیوان بیگی بخارا میزیست و مثل بسیاری از اهل علم و ادب آن زمان از تنگی روزگار به اندیشه سفر هندوستان افتاد. ولی از سبب فرا رسیدن ایام پیری، مهیا نبودن امکانیت سفر و همچنین دل کندن نتوانستن از یار و دیار به هند نرفت. عاقبت به قدری شعر و سخن در نزد حکومتداران اشترخانی سیدا را در ایام پیری به گوشه‌نشینی و قناعت پیشگی وادار ساخت. در این زمینه حق به جانب پروفسور سعدی است که می نویسد گوشه‌نشینی سیدا با طرز زندگی ترک دنیایی صوفیه مناسبتی نداشت، بلکه فراغت و آسایش روحی بود که شاعر را از بردن احتیاج به اهل دولت و رابطه مجبوری با این طایفه خلاص کرد. با وجود فقیری و بینوایی دل او را از غش و تیرگی خالی نمود. ولی این حال دیر دوام نکرد، زیرا سیدا که خود انسانی زنده دل و صافی حیات و کار و کوشش و هنر بود، از مردم قطع علاقه کردن نمی توانست. همین مرام زندگی و ایجادی باعث شد که او حتی در دم پیری و دنیا و زندگی اشتیاق و میل بیشتری پیدا کرده به مجرای پرتلاطم حیات برگردد. سیدا دل کندن از دنیا به پیری مشکل است. فکری گردیدن به اطراف چمن دارم هنوز. شما گفتار 63 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.